آداب و رسوم عجیب مردم کرواسی. تو این ویدیو میخوایم با چند تا از آداب و رسومی که برای ما ایرانی‌ها شاید عجیب باشه در مورد مردم کرواسی بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید. یکی از موضوعاتی که همیشه مورد توجه گردشگران واقع میشود سنت‌ها و رسوم کشور مقصد است. در واقع همین تفاوت‌ها هستند که در کنار جذابیت‌های تاریخی و مناظر طبیعی بازدیدکنندگان را از دیگر نقاط جهان به خود جذب می‌کنند. کرواسی یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر مورد توجه ایرانیان بسیاری قرار گرفته. تو این ویدیو قصد داریم در مورد آداب و رسوم عجیب مردم کرواسی صحبت کنیم. از تا آخر ویدیو همراه ما باشید. کرواسی مانند هر کشور دیگری آداب و رسوم خاص خود را دارد که از سالهای دور به مردم امروز منتقل شده است. در میان این سنت‌ها گاه مواردی دیده می‌شوند که هرچند برای مردم این کشور عادی و طبیعی به نظر می‌رسند، اما برای خارجی‌ها جالب و حتی عجیب هستند. این گونه سنت‌ها را در حوزه‌های مختلف از فرهنگ کرواسی می‌توان پیدا کرد، از ازدواج گرفته تا میهمانی و حتی فوتبال. اگرچه تعداد چنین آداب و رسوم زیاد است، اما در ادامه به چند تا از جالب‌ترین و جذاب‌ترین آنها اشاره می‌کنیم. اولین داستان آداب هدیه دادن گل در کرواسی است. اعداد زوج را فراموش نکنید. خانم‌های کروات علاقه زیادی به هدیه گرفتن گل دارند، اما هنگام انتخاب دسته گل باید حواستان به تعداد آنها باشد. فرقی نمی‌کند سلیقه و بودجه فردی که گل را می‌خرد چگونه است. به هر حال تعداد شاخه گل‌ها همیشه باید عددی فرد باشد. این مسئله ریشه در باوری خرافی دارد که هرچند اکنون مردم از بی‌پای بودن آن مطلع‌اند، ولی آن را مثل یک سنت رعایت می‌کنند. دومین قضیه احترام به میزبان با پرخوری. بله، پرخوری معمولا یک صفت اخلاقی منفی محسوب می‌شود و اکثر مردم نیز آن را نمی‌پسندند، اما در مورد مردم کرواسی قضیه فرق می‌کند. پرخوری کردن در میهمانی‌های کروات‌ها نوعی تعریف از غذا و میزبانی صاحبخانه به حساب می‌آید. در واقع شما هرچه بیشتر غذا بخورید به دستپخت میزبان خود اهمیت بیشتری دادید. پس اگر به کرواسی سفر کردید و میهمان یک خانواده کروات شدید، نیازی نیست در غذا خوردن تعارف کنید. اگر غذا خوشمزه بود، تا جایی که میتوانید پرخوری کنید تا میزبان نیز خوشحال شود. یکی دیگر از آداب عجیب کرواسی خواستگاری با سیب و سرکه است. به این صورت می باشد که نحوه پیشنهاد دادن پسر به دختر برای امر ازدواج است. در این کار پسر یک سیب را که به آن سکه چسبانده به دختر پیشکش می‌کند. اگر دختر هم با این پیشنهاد موافق باشد، سیب را میپذیرد و به این ترتیب رضایت خود را برای ازدواج اعلام می‌کند. البته این سنت بیشتر جنبه نمادین دارد و پس از انجام آن باید سایر موارد به ازدواج مثل آشنایی خانواده‌ها و امور قانونی را نیز در نظر گرفت. شما اگر رفتین کرواسی و از دختری خوشتون اومد، بدونید که فقط با سیب و سکه نمیشه که دختر گرفت. آداب و رسوم بعدی در رابطه با خاکسپاری باشد. مردم کرواسی مانند هر کشور دیگری مراسمات خود را برای خاکسپاری فرد فوت شده دارند. در این کشور وقتی فردی از دنیا می رود، آشنایان در خانه وی گرد هم می آیند. خانه متوفی باید تزیین شود تا برای پذیرایی از میهمانان آماده باشد. وقتی نوبت به حمل جنازه از خانه به سمت قبرستان می رسد، زنگوله کوچکی را نیز به همراه آن برده و به صدا در می آورند. صدای این زنگ انجام این مراسم را در طول مسیر به مردم اطلاع می دهد. حمل جنازه در این بخش از مراسم به عهده مردان است و بانوان تنها نظاره‌گر هستند. برخلاف چیزی که ما در مورد فرهنگ خاکسپاری تجربه می‌کنیم، طبخ و صرف غذا بعد از این مرحله در کرواسی جایی ندارد. پس از اتمام مراسم دفن، پنجره‌های خانه فرد فوت شده را می‌بندند و از شستن لباس در این خانه خودداری می‌کنند. این قانون باید تا 8 روز رعایت شود. البته جامعه امروز کرواسی به طور کامل با آن پایبند نیست، ولی یکی از آداب و رسوم سنتی کرواسی می‌باشد.
مورد بعدی در رابطه با عشق به فوتبال مردم کرواسی باشد. حتما شما هم تماشاگران تیم کرواسی در بازی جام جهانی روی سکوها دیدید. شور و نشاط مردم این کشور در تشویق تیم ملی یکی از جذابیت‌های هر دوره از جام جهانی است. این مسئله در داخل این کشور نیز زیاد به چشم می‌خورد. فوتبال یکی از علایق اصلی مردم کرواسی است و عشق به فوتبال را در هر کجایی از کرواسی می‌توانید ببینید. پس اگر شما هم فوتبالی هستید و کرواسی را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده اید، با دیدن افرادی که مشتاقانه به فوتبال نگاه میکنند و در مورد آن صحبت میکنند شگفت زده نمیشید. اینا چند مورد از آداب و رسوم خاص و عجیب مردم کرواسی بود. اگر شما هم چیز دیگه در رابطه با مردم کرواسی میدونید، زیر این ویدیو برای ما کامنت بذارید. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. خوشحال میشیم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.